گر جذبه عشق olsa gətirirəm necə gəlməz. Xoşa o adamların halına ki Allah yolunda şehadete yetişti. ما سرباز نظامیم و با عشق به مردم غیور آذربایجان مهد تمدن، آذربایجان جریان ساز، آذربایجان تاریخ ساز، آذربایجان سر ایرانه و این مأموریت سخت‌ترین و سنگین‌ترین مأموریتی است که امروز در دوش این حقیر است. بزرگترین سرمایه‌ای که فکر می‌کنم در این امر بنده حقیر رو یاری خواهد کرد دعای خیری است که شما خواهید کرد. Siz de dua edin, mən özüm de dua edirəm. Allah eləsin ki بعد از خدمت لازم تبریز شاهد سومین سید و سومین شهید مهراب olsun inşallah.